سلام بچه، من پیتوکی هستم. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بچه اومدیم با یه ویدیوی آموزشی، خیلی درخواست ویدیوی آموزشی کرده بودید و میخوایم آموزش جدید، این سنس جدید رو بذاریم که یکی از شماهای عزیز این سنس رو فرستاد، گفت تستش کنید ببینید چطوریه. میگه به سنس چیت معروفه و ما میریم تستش میکنیم. بچه سنسر همین اول ویدیو براتون میذارم. بچه این سنسیویتی کجاست؟ سنسیتیویتی 200 170 120 120 120 200. این سنس رو بذارید حله. 200 170 120 120 120 200. همین هم بذارید حله. بچه حالا یه دو سه تا میزنیم بهش. بچه این یه جا وایسه. خب بچه این وایسادن یه جزئیات مهم نیست. باید بریم روی انمی واقعی یه دست لونلوف میریم و تستش میکنیم و ویدیوشو براتون میذاریم. سرعت اینترنت بچه بهتره اسمتو بذار پیدوکی و حتما میذارم. بچه ما دو به خارجی نمیذاریم چون نمیخوایم اسکی بریم. بچه میگن این سنسر واسه یو ام پی و ام خوبه ولی ام نبود نیست. یو ام پی یو ام پی هم برسته. یو ام پی تونیم دو این دوتا گام میده. کجایی بیشن؟ بیا با پشمون باز بیا با پشمون باز کن. نمیخوره. نگاه این مسخره کرد. الان یه هفته بیشتر نخورد. تو آخر ویدیو میفهمید که تا سنسی. بیا با پشمون بازی کن. نایستادیم یه جا نشستم به در نگاه. ای ریدم من دهنت. ای رو شده. بیا پشمان بازی کن. بیا به پشمان بازی کن. بیا بچه ها ما دوتا بود پکر میگیریم. این ده که نیست. چقدر میخوام بس. بچه ها استریم دوناتون بذاریم به نظرتون، چون استریم دوناتون نمیخواد کلا استریم. نو باشه این دست بسیاره غلط کردم. خودت غلط کردی. بیا بیرون تا بهت بگم. اول مدکیت، حالا بیا جلو. میخوام یکی بذارم تو سرت. اوه چیزی رنگ. بیا پشمان بازی. بیا نه بیا نه فاصله جفگیر شد برادر جوری که کوری رو میندازد جفگیر شده است. برادر رفت بیرون چیت زد و آمد. این 90 برداشت تو نیست. تستش این چیه؟ بچه اسم این گانه رو گذاشتم گان پلنگی. اول از همه مفید وای چی بودن وای خاطرخواشم حالا بیا ناشم لیا حبیبی. تق و تق در زدم دست پر اومدم.
با یه ایپی 90 تفنگ پلنگی خوش اومدم 64 تا کم کرد نشونه گیری عشق کردی پینگم ریده بچه تا پینگو درست کنیم من یه برم بیام بچه ها. خب خبر اومد خورده بودم اعلامی هم داده بودم بچه اومدیم رو تامسون دزرت تستاش کنیم اولی نخورد دوست داری بخوریم یک چیتری ای بی پلنه آی فریبا دوره کنیم شانسم گفت دوره بچه پینک قویه اوه چی خورد بگو به بچه چی خورد پیداکی همینه بچه پیداکی به اسنایپ معرف ولی خب ویدیو اسنایپی هم براتون میذاریم ای بریم جلو این ضعیف یه ویدیو رو قطع کردم بچه دوباره اومدم من که نمیبینمش دیدمت نیست بیا با پشمان من اینجا ملکیت میزم اگه تونستی برم اوی دیلی ناز یک چیزی باید بزنم دمن شد سعی حالا بیا با پشمان نه ای دست بتیر یه هد دم به من نده میگم خدا چیکارت حالا دبل میکنم پدرت بودم کجایی کم نگوش فقط گوش هستم این شد کم پنکر بودم بچه ها به نظرم سنس خیلی خیلی خوبیه حتما تستش کنید خیلی که خوب بود برای من بچه تا ویدیوهای بعدی I should have finished those deep fried chicken wings from last night. ببینید 200 170 120 120 120 200 تا ویدیوی بعدی خداحافظ.